من یه زن دونده 43 ساله بلوچم. اولین دفعه که دویدم پدرم منو خیلی کتک زد و به من گفت یه دختر هیچ موقع نمیدوه. 40 سالگی افسردگی خیلی شدید گرفتم و تنها نجات من دویدن بود. احساس میکنم که اگه بخوام به کودکی خودم برگردم، دوست داشتم یک نفر به من میگفت فقط بدو، دنیا رو کشف کن و فقط بدو و از هیچی نترس.